زنی که حج میکند کسانی ماهانش روز عرفات توغرم بیاد بعد چند روز دوام میکند. این حالت ها با چیکار میکند استاد؟ زنک روز عرفات بیمار شد، هیچ گپی ندارد، در عرفات دعا میکند. عرفات روزی دعا هست، نماز نمیخواند. روزی عید سحر میخیزد، شبانه مزدلفه میرد، خواب میرد، نماز شام خفتن نماز نمیخونه. آخه وای بیمار است. سحر میرد سنگ میزند، خیلی قربانی زنه که دیگر کس میکند. وقتی که گفته شد که قربانیت کرده شد، خواب موش قیچی میکند. تمام همین که دی منتظر میشد تا پاک شدنش، طواف نمیرد. پگاه رفته سنگای زدن میگیرد. برای سنگ زدن طهارت شرط نیست. سنگ ها را زنهای چی یعنی ماهانه‌دار رفته زدن میگیرد. در مینا دیگه همین کار است، سنگزنی هست. اون سنگزنی به طهارت شرط نیست. الله اکبر گفتن در کار، تکبیری تشریق گفتن در کار، ذکر، دعا، سنگزنی، همین کارا از در مینا شبانه خواب رفتن در کار. همین مینا شب گذراندن واجب است. کسی که نگذراند گوسپند قضا میشد. نرویتون وقتای عصر به طواف نرویتون که گم میشتون تا مینا میبید که بامداد میشد، شب از دست میتید گوسپند قضا میشید. برای همین برادرها این به همین سوالاتون جواب، یعنی حاجی ها، کسانی که در حج هستید، احکام حج بیکار نشینیتون، خونیتون، گوش کنیتون، تماشا کنیتون، نویسیتون، فهمیتون، موافق شریعت حج ادا کنید. بله.